اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی لعباده من افق الالباب المجلی عن مراده بمنطق السنة والكتاب الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسما بهم إلى أنوار السرور والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون. امروز روز شهادت امام صادق است، رئیس مذهب، و روز یتیم شدن شیعیان است. امام بنابر نقلی سال 80 به دنیا آمدند. مرحوم کلینی و شیخ مفید سال 83 رو درج کردن. شهادتشون هم سال 148 توسط منصور مسموم شدن. ایشان 12 سال جدشون زین العابدین رو درک کردن. 19 سال پدرشون امام باقر علیه السلام رو درک کردن. منابع فقهی ما و روایی ما مملو از روایاتی است که از امام صادق روحی له الفدا بیان شده است. دوران امام صادق بسیار دوران سختی بوده. اشاره خواهم کرد با وجود اینکه دوران بسیار ظلم درش بود، جور بود، امام رو چندین بار کشان از خانش خارج کردن، خانش رو آتش زدن. منسوبین به امام صادق رو یکی یکی به شهادت رساندند. امام توانستند با اون شجاعتشون و لطف الهی مذهب رو مستغنی کنن از منابع فقهی. و دو چیز در این امر نقش داشت. اولی عمر شریف امام صادق که شیخ الائمه لقب گرفت. نقل کرده اند 65 یا 68 سال عمر ایشان طول کشیده است. و دومین مورد درگیری بنی العباس و بنی امیه است. بنی امیه آنقدر جنایت کرد، آنقدر به مردم ظلم کرد که مردم کم کم از اونها جدا شدن. این معاویه ملعون، ابو دردا اومد بهش گفت معاویه تو هم لباس ابریشم میپوشی و هم در ظرف طلا و نقره غذا میخوری. شنیدیم از پیامبر اکرم نقل شده است، از پیامبر اکرم کسی که این کار رو بکند فردای قیامت شکمش مملو از آتش خواهد شد. ببینید معاویه چی جواب داد. گفت من اینا رو که قبول ندارم. لذا اینا دین رو قبول نداشتن. اگر به اسم دین صحبت می کردن دین رو بازیچه قرار داده بودن. یکی از جنایاتی که اینها مرتکب شده اند واقعه حره است که سال 63 قمری رخ داد. یزید علیه اللعنه وقتی که واقعه طف تمام شد و واقعه کربلا به پایان رسید، بزرگان مدینه رو دعوت کرد. از جمله کسایی که دعوت کرد
عبدالله ابن حنظله اون فرزند غسیل الملائکه است که براش بعد از این که به شهادت رسید خداوند متعال آن شبی که همبستر شد با همسرش و رفت بر جبهه جنگ نطفه منعقد شد و این عبدالله ابن حنظله فرزند اونه. این رو دعوت کرد. عبدالله ابن ابی عمرو رو دعوت کرد و منذر ابن زبیر رو از مدینه منوره دعوت کرد شام. اینا که برگشتن مردم دوره برشون اومدن گفتن چه خبر؟ گفت والله ما اون مدتی که در شام بودیم معاویه نه نماز میخواند، نه به دستورات الهی عمل میکرد، نه شمه‌ای از دین رو در او مشاهده کردیم. عبدالله ابن حنظله به فرزنداش گفت بلند شید، این دین رسول خدا نیست، بلند شوید و مقابل اینها بیستید. فرزنداش رو جمع کرد، عده‌ای هم به اینها ملحق شدن. یزید دانست که عده‌ای در مدینه شورش کردند و والی منتخب از طرف یزید رو از مدینه خارج کردند. فرستاد کسی رو، گفت می روی هر آنچه از دستت می آید اینایی که در این توطئه شرکت کردند از بین می بری. با 5000 نفر وارد مدینه شد، 10,000 نفر رو به قتل رساند و در تاریخ دارد، معذرت میخوام از شما، 1000 زن از طریق زنا حامله شدند. 3 روز مال و جان مردم رو بر همه حلال کرد. بعد مردمی که در مسجد النبی متحسن بودند وارد شد، محراب پیامبر اکرم رو پر از خون کرد، از بس که اونجا انسان کشتن. مردم این جنایات رو مشاهده کردند از بنی امیه. و همچنین بصر ابن ارطاح فرستاد معاویه، بهش گفت می روی مدینه، هر کس محب علی ابن ابی طالب رو یافتی از بین ببر. با لشکر عظیم حرکت کرد، ابتدا مدینه قتل عام کرد، رفت مکه قتل عام کرد، در نجران قتل عام کرد، رفت یمن. اول دنبال عامل امیر المؤمنین عبیدالله ابن عباس گشت که او رو بکشد. خانه اش آمد، عبیدالله خارج شده بود، 2 بچه کوچیک داشت، بعضی از تواریخ بین 7 تا 12 سال نقل کردن. جلو مادرشون سر این 2 بچه رو برید. این گروهی که امروز جنایت میکنند در دنیا، هم میسوزانند، هم سر میبرند، هم بدترین جنایت رو انجام میدهند. نطفش از همون نطفه است. اینا ایادیشون و نسلشون از اون نسله، لذا حاضر است برادر مسلمانش رو به بدترین وجه او رو به قتل برساند. امام صادق 7 خلیفه رو درک کرده، 5 تا از بنی امیه و 2 تا از بنی العباس که از بنی العباس آخرین نفر منصور است. 4000 نفر و به نقلی بعضی از منابع میگن 4000 ثقه از امام صادق روایت نقل کردند. آنقدر امام صادق از نظر علمی درخشید که ابو حنیفه و مالک هم مجبور شدند در اون مجلس شرکت کنند درس. لولا السنتان لهلک نعمان. ابو حنیفه میگفت 2 سال از محضر امام صادق استفاده کرده و میگفت اگر اون 2 سال نبود من وجود نداشتم. اینا در هر موطنی
در هر مکانی که موقعیت پیدا می‌کردن امام رو زیر سوال می‌بردن تا به خیال خامشون این مقام امامت وجود امام صادق رو در مجتمع تضعیف کنند. این ابو حنیفه یه روز امام صادق رو دید، گفت چه دینی است این که در زنا 4 شاهد است، در قتل 2 شاهد است. امام صادق قتل مهمتر است یا زنا؟ گفت حرف نزن، تو جواب مرا بده. آیا نماز مهمتر است یا روزه؟ چرا برای زن حائض نماز قضا ندارد اما روزه قضا دارد؟ اینا چرا قیاس میکنی؟ اشعث جعفر ابن محمد ابن اشعث، خانواده اشعث همه سنی بودن. اینا به واسطه برکت امام صادق جعفر به صفوان ابن یحیی نقل می کند منصور دنبال پدرم فرستاد، به پدرم گفت 1 نفر رو به من معرفی کن که زرنگ باشد، مسلط باشد، فهیم باشد، بفرستم مدینه عده‌ای از مردم رو با پول گول بزند و همچنین برود نزد امام صادق، بلکه بتواند با مال او رو مسیرش رو جهتش رو تغییر بده. میگه پدرم محمد دائیم رو معرفی کرد. دائیم شخص فهیمی بود. پدر من داعی من رو معرفی کرد که شخص زیرک و مسلطی بود. عده‌ای از مال رو، مقداری از مال رو منصور بهش داد. آمد مدینه، برای مردم پول توزیع کرد. آمد نشست پشت سر امام صادق. امام صادق مشغول نماز بودند. از نماز که فارغ شدن سرشون رو برگرداندن. فرمود ای مرد از خدا بترس و خاندان رسالت را فریب مده. میگه من تعجب کردم، من کلامی نگفتم، هنوز پول رو خارج نکردم. برگشتم قضیه رو به محمد گفتم برو به منصور بگو. گفت عجیب است، این انسانی است که با خدا رابطه دارد، این ولی خداست. این منصور انسان دروغگویی است، لذا شاهد باش که ما ایمان می آوریم به آنچه امام صادق می فرماید. لذا همه این عائله اشعث شیعه شدند. این که میگویند طلبه جوان خوب درس بخون، علوم آل محمد رو خوب کسب بکن. وقتت رو به مسائل جانبی نگذران، از منبع علمی و استفاده از منابع اهل بیت استفاده کن. واقعا جای تأسف است که طلاب دنبال عارف و فیلسوف و این مسائل و متاسفانه منبر رسول خدا باید گاهی وقتا با این کلمات ادا شود. منبر امام حسین و منبر رسول اکرم جای قال الباقر و قال الصادق است و طلاب نماینده اهل بیتن. این عمامه، این عبا، این ردا لباس پیامبر است. ما موظفیم کلماتی رو در منبر ادا کنیم که این جوانها از منبع فیض الهی و مقام عظمای اهل بیت و کلام نورانی اونا استفاده کنن. اگه برا خدا گام برداری، خدا به تو نورانیت میده، خدا به اون مقام رو میدهد. مگر اون شیخ انصاری نبود فرمود نصف شب در کربلا دیدم زمزمه ای می آید، رفتم نزدیک دیدم استادم شیخ انصاری است، دارد زیارت جامعه می خواند. صبح رفتم محضرش سلام کردم، گفتم آقا جان دیشب زمزمه شما رو می شنیدم و ایاب الخلق الیکم.
فرمود این مرد بزرگ که چقدر تلاش کردن در این حوزه رسائل و مکاسب رو بردارن، موفق نشدن. خدا اراده کرده هم کتابش باقی بماند، هم قبرش ورودی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین روحی له الفدا باشد. قبل از این که امیر المؤمنین رو زیارت کنی به شیخ انصاری سلام میکنی، وداع میکنی، آخرین وداع با شیخ انصاری است. خدا اراده کرده. فرمود فرزندم هرگاه در مسئله علمی مشکلی برایم پیش می آید متوسل می شوم به اهل بیت و از اهل بیت می خواهم که به من کمک کنن و اون مشکل علمی من حل می شود. ائمه ما، تمام منابع فقهی ما منابعی است که قابل قیاس با جای دیگر نیست. عامه مسائل حج را از ما گرفتن، روایات حجشون از ماست و اکثر روایاتی که نقل کردن وقتی آن خلیفه اول و دوم منع حدیث کردن، 100 سال حدیث رو برای مردم نقل نکردن برای اینکه حقیقت کشف نشود. ابو هریره بهش میگفتن تو از کجا این حدیث رو آوردی؟ میگفت از کیسی، از جیب خودم. ولی منابع ما به اراده خداوند متعال و یکی از شخصیت‌های الهی چون امام صادق اشباع شده. منصور جلو مردم جلو امام صادق رو میگرفت، میگفت این خدای تو این مگس رو برای چی خلق کرده؟ امام بلا فاصله میگفت برای این که شما حکام جور رو خار کنه. وقتی تو خودت نشستی رو تختت و این شونهات رو بالا گرفتی، این مگس با یه حرکت میتواند تمام غرور شما رو بزند، بریزد. امام صادق تو دوران بنی العباس جنایاتی کرده بنی العباس که بعضی از مورخین جنایات بنی العباس رو مقدم میکنن بر بنی امیه. فرزند روی تخت می نشست منصور، می گفت محبین رو بیارید، یکی یکی سر می برید. اینو تاریخ نقل کرده است. خون جاری می شد به طوری که تا تخت منصور می رسید. انسانهای بیگناه رو آنگونه عمل می کردن. این بنی العباس رضا الله رضانا اهل البیت الرضا من آل محمد با این شعار اومدن جلو، ولی دروغ می گفتن. چون مردم ماهیت اهل بیت رو پی برده بودن، میدانستند که اینها افراد الهی هستند. این منصور دوران بنی العباس رو ببینید. بچه های حسن مثنا رو حسن مثنا میگن چون این حسن فرزند امام حسن است، لذا چون امام حسن نامشون حسن علیه السلام بوده فرزندش رو حسن مثنا لقب دادن. بچه های اینو منصور دستور داد از مدینه به عراق آوردن. گفت قل و زنجیر ببندید به گردن و پاهاشون. آوردنشون عراق. گفت یه جایی قرارشون بدید که نور رو نبینن، روشنایی رو نبینن. اونها رو در سیاه چال انداختن. گفت اینا نماز خونن، وقت نماز درک نکنن. این زمین نمناک بود، پاهای اینا باد کرد. گفتن منصور پاهاشون باد کرد. گفت غذاشون رو کم کنید، آبشون رو کم کنید. اونقدر اینا گرسنگی و تشنگی بهشون دادن، همه از دنیا رفتن، شهید شدن. ابن اثیر نقل می کند منصور محمد ابن عبدالله ابن حسن نفس زکیه رو، نوه امام حسن مثنا رو دستور داد آوردن دارالاماره. خیلی معذرت میخوام، اول برای اینکه شخصیتش رو بکوبد دستور داد پیراهنش رو با شمشیر بریدن. خیلی معذرت میخوام، به صورتی که عورتش نمایان شد. بعد به این جلاد گفت 100 تازیانه بزن به سرش. اونقدر به سرش زدن که یکی از چشماش از حدقه خارج شد، به زمین افتاد. بعد دستور داد او رو کشتن. جنایت دیگر تا بدانید امام صادق چه کرده.
تا بدانید که چرا یتیم شدیم، تا بدانید عظمت این روز رو. ابن اسیر نقل می کند منصور محمد ابن ابراهیم بن الحسن ملقب به دیباج، از بس که زیبا بود، عابد بود، زاهد بود. منصور گفت بیاریدش. بهش گفت که زیبایی تو رو الان نشونت میدم. دستور داد که او رو داخل جلز دیوار دفن کردن. بعد امام صادق تو این دوران بوده. این روایاتی که از تقیه وارد شده، فرزند زراره آمد خدمت امام صادق، عده‌ای از عامه بودند در اونجا حاضر بودن. امام بدگویی کرد به پسر زراره، خیلی تعجب کرد پسر زراره، پدر من زرارت ابن اعین این همه به دین خدمت کرد، ثقه است به تعبیر بعضی از آقایون، هر روایتی که زراره در آن باشد روایت صحیح است، چطور این حرف رو زد؟ همه که خارج شدن امام صادق گفت بنشین. بعد بهش گفت فرزندم، منو برای حفظ تو این حرفا رو زدم، برای حفظ مقام پدرت این حرفا رو زدم. اینا اگه بفهمن شما منسوب به مایید، شما رو از بین میبرن. لذا امام مجبور بودن که تقیه کنن. اون روایات تقیه که فهم روایی میخواد، طلبه آخوند درست حسابی میخواد، درس خون میخواد. ما موظفیم. متاسفانه وقت تموم شد، اما در مورد یک شبهه‌ای که همیشه مطرح می شود اشاره مختصر می کنم. یک روایتی است که عامه نقل کرده و این رو بدانید، این روایات اکثر روایات عامه ساخته خودشونه، لذا ما روایات رو قبول نمی کنیم. ما میگیم روایات از نزدیکترین شخص به پیامبر اکرم باید اخذ بشه. روایتی رو نقل میکنن ولقد ولدنی ابابکر مرتين، امام صادق گفته باشد نعوذ بالله که ابابکر 2 بار منو متولد کرد، چون فروه مادر امام صادق دختر اسماعیل ابن محمد ابن ابی بکر و مادر فروه هم اسماء دختر عبدالرحمن بن ابی بکر. گول نخورید جوونا. اولا ما میگیم که اسلاب و شامخه همه عربا میگن صلب از طرف پدره. مادر و ارحام المطهره، فروه زنی ملتزم شیعی اهل خدا بوده. دلیلش اینه که این پدر بزرگش محمد ابن ابی بکر بوده. محمد ابن ابی بکر وقتی که داشتن از مدینه به مکه میرفتن متولد شد، بچه بود. ابابکر از دنیا رفت چون اسماء ابتدا زن جعفر ابن ابی طالب بود، بعد همسر ابی بکر شد، بعد همسر علی ابن ابی طالب. آنقدر زن خوبی بود که علی ابن ابی طالب گرفت. دلیلش اینه چون تو قضیه حضرت زهرا با حضرت زهرا بود. اولا حضرت زهرا وصیت کرد بعد از شهادت من کسی از اینا حاضر نشه. عایشه آمد که وارد بر حجره فاطمه شود، جلوش اسماء گرفت، گفت اجازه نمیدم، خانم وصیت کرده شماها وارد نشید. اینو تاریخ ثبت کرده. دوم اون هودجی رو که فاطمه زهرا آخر عمرش اشک ریخت، گفت بدن من رو نمیخواهم کسی در حالت تشییع ببیند، اسما بهش گفت من در فلان جا دیدم عده‌ای از مردم هودجی رو درست میکنن که بدن میت اون برجستگیش مشخص نمیشود. دستور داد 2 چوب بردن، این چوبها رو قرار دادن. فاطمه زهرا وقتی اون هودج رو دید لبخند زد. اولا ناقل این روایت لقد ولدنی سنیه، چون وقتی که به نام خلیفه اول میرسه ترضی میکنه در حقش. 1. 2. فاصله زمانی راوی روایت با امام صادق 400 خورده ساله. 3. ما شیعیان منابع سنی رو قبول نداریم، لذا به منابع سنی تکیه نمی کنیم و بعید است از امام صادق
که نسل خود رو از پیامبر اکرم ببرد و خود رو به خلیفه اول نسبت بده. دلیلش ابو حنیفه دید امام صادق عصایی دستشونه دارن حرکت میکنن، گفت یا صادق الان که تو سنت هنوز بالا نرفته چرا عصا دست گرفتی؟ فرمود این عصا عصای پیامبر است، من میخواهم به این عصا متبرک شوم. ابو حنیفه دلا شد عصا رو ببوسه، امام صادق این آستین خودشون رو بالا زدن، فرمودن این پوست، این گوشت، این استخوان منسوب به پیامبر اکرم است. چگونه ممکن است امام صادق این کلام رو بگوید؟ همان گونه که در منابع خودتون زیادی از روایات رو به دروغ وارد کردید، فلان شخص رو صدیق نامیدید، فلان شخص رو سراج جنه نامیدید، در این مسئله هم از اون احادیث کذب و افتراء به ساحت مقدس امام صادق روحی له الفداست. چه خبر است خانه امام صادق؟ منصور دستور داد خانه امام صادق رو آتش بزنن، خود امام صادق آتش رو خاموش می‌کردن. امام زمان معذرت میخوام، مردم متوجه شدن، سر و سلامتی دادن، آقا جان بچه های شما رو که سیلی نزدن، گوشواره که ندریدن، انگوش نبریدن، آقا جان شروع کردن سانوهاشون رو گرفتن، فبکا بکا انعالی، گفتن آقا چرا گریه کردین، چرا گریه میکنید؟ شما که سالمین، خانواده شما سالمن. فرمود فذکرت عماتی فی کربلا، یاد عمه‌هام افتادم آن وقتی که خیمه ها را آتش زدن.